بازارهای خوراکواری پایتخت تاجیکستان به فرق از 2 هفته پیش کم آدمند. در این مدت نرخ مواد غذایی بالا رفت اما درآمد مردم به تغییر ماند. اکثر آنهایی که به بازار برای خرید آمده بودند می گفتند که همگی در چند روز نرخ خوراکواری به طور چشمرس بالا رفته است. به گفته آنها اکنون باید خیلی صرفه‌کار باشند. اصلا بلندشوی نرخ‌ها همین که دیگه رژیمش که ما کم کردیم نمیشه دیگه آخه نمیشه. اور دروغانه که باید ما گیریم که چیزایو ای میوگی و ای چیزا وای خدمونه وای میکنیم چیکار کنیم؟ ای نرخ‌ها رو اگه خرید کنیم دیگه چیز نمیرسه. صبح خیلی حاضر فقط برای خود خوراک دیگر این ابلغ دیگر برای کفایگی نمیکنه. این هم در حالی است که بسیاری از ساکنان تاجیکستان تا این وقت امکان خریدن و خوردن نه همه مواد و محصولات را داشتند. یک لخت فروشان در بازار خود را سفید کرده میگویند که در بالاروی نرخ‌ها گناهکار نیستند. ایسای میانه $100 در مثال چند خلطه شکر میشید هوای ایسا میکنن مثال چند قب دابولشون هم خراج این شکر مثال 8 سومون بود از 9 سومون شد 1 سومون از این شکر 1 سومون روغن هم عینا نمیخید. مقامات محصولات نیاز اول را از ذخیره‌های دولتی و با نرخ ارزانتر وارد بازار کردند. 9 سومون نرخ 1 کیلو شکر. این شکری که ما داریم از حکومتی شهر فرستادگیان هر 1 کیلوش ما با 7 سومون و 50 درهمی فروخته ایم با مردم. عبدالمنان شیرعلیوف تحلیلگر مسائل اقتصادی میگوید بانک ملی باید بر وقت قرب اسعار را تغییر میداد، اما به گفته او این کار به خاطر انتخابات پرزیدنتی که در نیمه ماه اکتبر برگزار شد به تأخیر گذاشته شد. سبب اساسی تغییر قرب به اندیشه وی کاهش خراجات بودجه است. این تغییرات بر ضرر ساکنان عادی ولی به فایده حکومت است.